چی اوضاع آواز بود؟ اوضاع آواز بود. گریه مادرش شنیدم امدری خونه که ما نخواستیم که مادرش در دار گریه آدم ریش میشه. از که در وطن خدمت میکنند خونش درباره ملت و وطن میریزونه او را همه وقت یاد کردم. بین 48 دولت اینجا گرفته بودیم یاد داریم. سلام و درود بی پایان به کل هموطنان. امروز یک چند برادرای ما، این برادرها همش همخدمتن. همه همخدمتا تصمیم گرفتن که یک همخدمتشون در جنگ واروخ جان خود از دست دادگی یک جای تصمیم گرفتن که به عیادت پدر و مادر همو رفته ببینن که در چی حالن، در چی وضع زندگیان و مبلغ جمع کردن. همه همخدمتا ما یک جای رفته ایستاده ایم. اینا همه همخدمتا کدام سال خدمت کردن شما؟ 2022 2023 در جنگ واروخ. این رحمتی چی نام داشت؟ خدا رحمتی میرزایف بختاور در جنگ جو جانت شود، یعنی خون خودش برای وطن ریزون. شهید چی قهرمانی تاجیکستان. انا هم خدمت یعنی برادرها هستن. یک جای طرف لیوکان رفته استیم و ای حال و زندگیشون با خبر شید. یک جای میره میبینیم. ها از منی درد ها بی علم حالتی بیتا، ها از علمی آچهی به بچهی بخواب، ها از علمی بچهی در خاکی سیاه خواب، ها از علمی آچهی به بچهی بخواب. ای تاکسیستا پرسیده اومدیم انا میجا دبده خونه شو مخصوص برای خود نشانتی اینه، برای همون جوان مرد وطن که فراموش نشوه، ایادها نروه، برای همون میریم درشون تخت. سلام علیکم خواهر جان. خونی میرزایف بختاور شون خدا رحمتی سرباز پدرش مادرش هست فرشون که اینا راست اومده داریم. در حفظ ادب بچه‌ای بیچارم کشتن، در حفظ وطن بچه‌ای غمخوارم کشتن، در حفظ نظام بچه‌ای گلکارم کشتن. ما یک گروه هم خدمتای هم خدا رحمتی زنده باش بچه‌ها مصلحت کردن اومدیم که یک احوالتون با خبر شید. این خیلی جوان مردا رو خیلی یاد نمیکنید. این خیلی جوان مردا رو هم وقت یاد کردن نکن. نه بعضی پدر شای در حفظ ادب بچه‌ای بیچارم کشتن، در حفظ وطن بچه‌ای غمخوارم کشتن، در حفظ نظام بچه‌ای آوارم کشتن، لعنت به همه تیر و کمان. با همون جوان مردایی که در وطن خدمت میکنن یا چون کنیم یا هم خدمتاشن سن یا بریم همونجا یک خبر میگیم چی گفت با حضور ایکی جان ماشین بدرون همه برو رو فروریم خونش درباره ملت و وطن میریزونه او رو همه وقت یاد کردم. نه با حضور ما که میریم یکم اونوایش نیست شما با حضور همه تینجا یکم اونوای نیست چون میگن یکم گفتنی باشید محرمت خونه را دیدیم همین وقت داریم ما همیشه داریم حضرش کنیش هر قسمت ما به همین بود یک چیزی همش نصیب تقدیر هست. اول تقدیر ما هم شکر خدا رفته در همون ولایت سوخ خدمت کردیم. خیلی هرچی نصیب چیزی که نصیب باشه این نصیب گرفته نمیشه. خواهم دو بچه ها داشتم خیلی نقتش بودیم هفته ساعت باشه در دیگه باشه مرد همون بین 48 دولت اینجا را گرفته بودیم یاد داریم اینجا را گرفتیم بله البته هر قسمت همه خیلی باید چی میگیم
خیلی بوی اونو نباشه چیزی که پروردگار بخواه برای کارو بکن خدا باز هم میگم الله اونای معامدن میگن گشتگی بودارم مجموعه یا سالمان داره گشتگی خب با بگیریم باشه قد ببینیم گم نیست انشالله میبینیم با حتی چقدر نیستم طریقش خودو نگاه بونده معامدن گم نیست گم نیست میبینیم بود بچه گم نیست باسته گم همین گیره مادرش شنیدم هم در خونه که ما نخواستیم که مادرش در نوار مونیم دلی آدم ریش میشود خداوند بزرگ جای همشه جنت کن الله اکبر یگان وقت که جوان مردایی که برای وطن جان دادگان باید ما از خاطر نبراریم فراموش نکنیم همه وقت حیات چون باشیم خدا نگهبان همه ما و شما زنده باشید